جان ویک کسیه که سر نوبت دستشویی هم نباید عصبانیش کنی، چه برسه به اینکه سگشو بکشی. خوش اومدی به فیلم پرو. این لیست 10 تا از خفن ترین فایت های جان ویکه. شماره 10 فایت سین سالن آینه توی چپتر 2. همین اول کاری تو لیستمون یکی از ترسناک‌ترین فایت سینای جان ویکو داری. توی هزار توی آینه‌ای که تصویر خودت از هر سمتی بهت خیره شده، دشمن میتونه تو هر کنجی کمین کرده باشه. اساسین بی‌عصاب ما باید جدای از سرعت عمل به غریزه‌اش هم اعتماد کنه تا بتونه جای دشمن رو پیدا کنه. نمیدونم تا حالا توی این اتاقای آینه بودین یا نه، ولی تشخیص دادن تصویر واقعی از تصویر آینه واقعا کار مشکلیه. جذاب‌ترین کیل این صحنه اسپویلر داره. در نتیجه با یه دونه اختلاف این دابل کیل رو انتخاب کردیم که در حال درگیری با یه نفر دیگه اون یارو رو بالا پله میزنه، بعدم این یکی، بعد تازه این دهمیه. شماره 9 فایت کاتاکومب. این غار مخفی ترسناک همینجوری پشمای آدمو میرسونه. حالا فکر کنین یک گله آدم تا بن دندون مسلح هم اونجا باشن، جان ویک هم اونجا باشه. قطعا اون آدما باید بترسن. تو این صحنه به خاطر کمبود مهمات چندین بار مجبور میشه سلاحشو عوض کنه. تماشای خالی شدن خشاب این اسلحه‌های کالیبر متفاوت واقعا لذت بخشه. آیکونیک ترین کیل این صحنه زمانی که یه نفر با جان دست به یقه میشه. جان بعد از زمین گیر کردنش و زدن دو نفر دیگه متوجه میشه که خشاب شاتگانش تموم شده. اما با همون اسلحه خالی طرف کنج دیوار خف نگه میداره، تو بغلش خشاب میزنه، بعدم شماره 8 رد سرکل کلاب از جان ویک 1. دیگه جان ویک 1 رو احتمالاً تا الان همه دیدیم، ولی اگه ندیدین توی این سکانس به خصوص جان ویک دنبال یه آدمیه که خیلی آدم ناجوریه و این ناجور بودن رو اینجا هم ثابت میکنه. نگاه کنید داره کونه به رهنه فرار میکنه. این صحنه از سونا جکوزی شروع میشه و به یک کلاب شبانه میرسه. انتخاب جذاب‌ترین کیل این صحنه خود سخت بود، ولی به نظرم اون آقا ریشو کچله است. نمیدونم بنده خدا چرا آپشن دست به یقه شدن رو انتخاب میکنه، ولی اول یه شیشه تو سرش خورد میشه، بعد ریشاشو میگیره میخورتش رو میز و بنگ بنگ. شماره 7 درگیری توی کنسرت جان ویک 2. این صحنه با یه مواجهه پرتعلیق شروع میشه. جان به صورت اتفاقی به پست یکی از یاران قدیمیش میخوره. منظور از یاران اینجا یه آدمکش قدیمی دیگه است که از قبل همو میشناختن. در حالی که به ظاهری سلام علیکم معمولی بینشون شکل میگیره، هر دوشون میدونن که الانه که به صورت هم شلیک کنن. در ادامه درگیری به وسط جمعیت کشیده میشه و هر لحظه ممکنه یه نفر بیگناه کشته بشه. فقط طبیعیش این نیست که توی همچین وضعیتی همه در برن. این چرا همه دارن غیر میدن. جذاب‌ترین کیل یا در واقع کیلای این صحنه نزدیکای آخرشه که توی ساکسشن خیلی سریع 6 نفر رو پشت سر هم میزنه، هدشات میکنه. فرار از کازابلانکا چپتر 3. کازابلانکا با دیدن فیلم عاشقانه همفیل بوگارد تو ذهنتون موندگار شده، با دیدن جان ویک 3 کلاً یه تصور دیگه ای ازش پیدا می‌کنی. تو این صحنه جان تنها نیست، توی کاراکتر دیگه هم به اسم سوفیا دوشش میجنگه. سوفیا که بازیگرش هالیبریه تو بعدس بودن چیزی از خود جان کم نداره و دوتایی کنار هم دیگه آی قتل عام میکنن. آقا آی قتل عام میکنن. تازه کاراکترش دو تا سگ هم داره که کلی کیل جذاب باشون میگیره. بالترین کیل این صحنه اونجاییه که جان و دو نفر دیگه همزمان خشاباشون تموم میشه و زنده موندن سر اینه که کی بتونه سریعتر خشاب بزنه. اسپویلر آلرت، اون دو نفر دیگه به اندازه کافی سریع نیستن. شماره 5 سکانس مبارزه توی کلاب آلمانی. کم کم داریم به سکانس‌های محبوب خودم نزدیک میشیم. تفاوت این صحنه با بقیه‌شون اینه که اینجا اسلحه‌ای در کار نیست و تن به تن باید با مشت و لگد بزنن، هم دیگه چپ و راست کنن. یه چیزی میگم گیمرها قشنگ متوجه میشن، این سکانس برای خودش یکی از جذاب‌ترین سکانس‌های باس فایت توی تاریخ سینماست. یعنی آقا آلمانی گولاخه هست، این برای خودش یه پا گولاخره. اما جذاب‌ترین کیل این صحنه با کلا اینجا داره با این نفر میزنگه اسمون میشه. هوا چه سرد کرده، این در کلاب ببندین داره سوز میاد دیگه. شماره 4 سکانس فایت توی پله ها جان ویک 4. جان اول این صحنه میرسه جلوی یک عالمه پله که باید برای رسیدن به مقصدش از اینا بالا بره. موسیقی وسترن و آدمایی که چند لحظه بعد به سبک این فیلم‌های اسپاگتی جلوش قد علم میکنن فضای جالبی به صحنه میده. آدم بعدا مثل برگ خزون فرو میریزن و رو پله و قل میخورن و میان پایین. این فایت آخرین درگیری بزرگ جان ویک 4 و قراره همه چیزش جانو به چالش بکشه. جذاب‌ترین کیلش هم زمانیه که این آقا رو به عنوان کاور استفاده میکنه تا نفر بعدی رو بزنه. البته کلا از این کارا زیاد میکنه. یه ذره فکر کنم باید رو اخلاقش کار کنه. شماره 3 نبرد میدان طاق نصرت.
ایران نیست، پاریسه. Arc de Triomphe هستش. آقا این سکانس و سکانس یکمون اصلا هر چقدر در خوب بودنشون بگم کم گفت. اصلا سکسی ان اینا از فرد خوب بودن. فکر کنین جان وسط میدون درگیر میشه، بعد این ماشینای دیگه همینطوری با سرعت دارن میچرخن، بعد از همه طرف داره گلوله بارون میشه، بعد اصلا نمیدونی کی دوسته کی دشمنه، کی آدم عادیه که داره گازشو میگیره بره، کدوم یکی از این ماشینا قرار ازشون آدم بد در بیاد. یه وضعیتیه. همه اینا با یکی از خفن ترین موزیکایی که تا حالا تو زندگیتون شنیدین. اساسا همه موزیکای جان ویک 4 همینقدر فوق العاده بود. یکی از بالترین کیداش همین دوتا ننه مردن که ماشین میزنه زیرشون. جان ویک رو هوا هم اینا رو ول نمیکنه، رو هوا این بدبختا رو میزنه. باز شماره 2 صحنه چاقو کشی چپتر 3. این صحنه با صحنه‌های دیگه متفاوته چون اسلحه سرده که فوکوس فایته. در حالی که جان و یکی دو نفر دیگه دارن با دست خالی همدیگه رو میزنن، یهو به خودشون میان و متوجه میشن که اطرافشون پر از سلاحه. اینجاست که استارت یه صحنه پر از خشونت زده میشه. تماشای سرعت عمل جان ویک تو قتل عام کردن ملت با هر چیزی که دم دستشه واقعا هیجان انگیزه. کیلای این صحنه همه انقدر خوب بودن که واقعا نتونستم یکی رو انتخاب کنم. این یکی دیگه باید تو کمکم کنی. تو کامنت ها بنویس کدوم کیل جان ویک تو این صحنه از همه خفن‌تر بود. قبل از اینکه بریم سراغ کره ترین سکانس سری فیلم های جان ویک، حالا که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردی، اگه حال کردی دکمه لایک هم بزن، به ما هم حال بده. کانالمون هم سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن که هیچ کدوم از دست ندی. و اما شماره 1 سکانس گلوله های نفس اژدها. آقا یادتونه سر سوم میگفتم بعضی از این صحنه‌ها انقدر خوبن، اصلا سکسی. ببین اصلا این صحنه اروتیکه، اصلا اصلا وای اصلا از تماشای این صحنه یه حسای اشتباهی به من دست میده واقعا. الان اینطوری که فکر میکنم حالا مثل این صحنه اینه که آدم بدا یه گلوله‌ای درست کردن که مثل بمب منفجر میشه و آتیش میگیره، اما خب از شانس بدبختشون همون اول یه دونه از این اسلحه‌ها که از این گلوله داره میفته دست جا. اینجاست که دوربین با یه غیر نامحسوس میاد بالا توی زاویه تاپ دان، چند دقیقه آینده زندگیتون رو جذاب‌تر میکنه. تماشای پرپر شدن انمیا و این افکت فوق‌العاده این گلوله‌های آتشین اصلا نمیدونید چه حالی داره. جذاب‌ترین کل این صحنه هم همه اون ننه مرده هایی که مورد هدف این گلوله‌های آتشین قرار میگیرن. این دوتا ویدیو رو هم نگاه کنین که قطعا حال میکنین. اگه این دوتا تحت تماشا کردین، تضمین روی این دوتا کلیک کنین، اینا هم باعث لذتتون میشن. به نظرت کدوم فایت خفن جان ویک رو تو این لیست جا انداختیم؟ تو کامنت ها بنویس که بریم دوباره ببینیم مشعشع شیم.